بهترین نعمت سلامتی است، اما بیشتری ما به قدر سلامتی نمی رسیم. همین چند لحظه قبل، چند ساعت پیش، خودی همین روز من از هوش رفته بودم، بیهوش بودم. هوشم بود اما هیچ چیز یاد ندارم. سرم رو برداشته نمی توانستم. دیگه با زندگی انایه گفتن. وقتی که به هوش اومدم گفتن آیا یاد داری چی گفتی؟ حیران شدم. گفتم شاید یکون گپی بیزاید نزده باشم. چی گفتم؟ گفتم فقط الله گفتی، فقط یا الله گفتی. کمکک ایستادم، از خودم شرم کردم با او خاطره که وقتی که من سری دسترخوان می نشستم تنها وزنم بود، نان پاره می کردم، بوری حب نمی گفتم که خدا با شکر. وقتی با دوستانم می رفتیم دمگیری و هر لحظه خوشی بوری هم نگفته بودم که شکر، چون از خاطرم می بر اومد دای. امروز با از اونه که من کمک طلب کردم. خب بس فهمیدید که چه گفتنی بودم؟ باور کنید بهترین نعمت سلامتی است و من این یک سلامتی رو مثال آوردم. در هر خرسندی اگر که ما پروردگار رو یاد کنیم، حالتی که خرسند هستیم یگون نیاز نداریم. وقتی که تنگ دستی آمد بعد پروردگار لب باید میگوید بر. اما خود شما هر نفری که گوش میکنید کی است؟ با مانند من، اما بوری هم یاد نیست. بعد وقتی که بیمار میشیم با فقط خدا میگیم کمکم کن. با برزمی این نگاه نکرده پروردگار آبوشش رو میکشوید. خود رو احتیاط کنید دوستان. راستی یک حالتی بود، من نمیدونم من به چی خاطر نوار کردم. شاید لحظه های آخری من میبود، کی میدونه دادمی، چون میگفت برخیز که عمر تو چون باد روان است، بینگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریم صفا بکن آیده دل را، تا کی همه دعوای تو از روی زبان است. در حالت خوشحالی پروردگار را یاد کنید که در حالت تنگی شما را یاد کند. باقی خدا نگهبان شما.